واضحید. ما مثل اسرائیلی نیستیم که تا صدای ما میمیریم، ذلت نمیپذیریم و اینجا وای میسیم اصلا از بمباران و موشک هیچی نمیترسیم. ما خاکمون دفاع میکنیم و الان دارم میگم زدیمتون بازم میزنیمتون که حالیتون بشه. اینجا ایرانه، سرزمین شیرانه. ما منتظریم چون رزمندگان ما شجاع هستن و اسرائیل رو که شخ میزنن هیچی آمریکا رو سر جاش میشینونن و انشاءالله اسرائیل رو خاورمیانه محو میکنیم. مطمئناً باید بیشتر جوابشون رو بدیم چون اینا هر چقدر ما کمتر جواب بدیم پرروتر میشن. باید خیلی بیشتر و کوبنده تر جوابشون رو بدیم که روشون کم بشه. ما از تعدادش راضی نبودیم، کم بودیم. ما دوست داشتیم خیلی بیشتر بزنیم. ما همه آمریکاییایی که تو خاورمیانه‌ن همه نظامی‌هاشون رو باید تو تابوت برگردونیم و به نظر من خیلی کم بود.